جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و با دشت و با دامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را با پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را با پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. تاریخی زرینی تو، به نام آورانی زمانت قسم، به ختلان و بلخ و بدخشانی تو، به خوجند و هم زرفشانت قسم، به پیرانی با علم و کانی حیا، به فردای نسلی جوانت قسم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن. السلام علیکم بینندگان گرامی، بار دیگر همه شما را خوش آمدید میگوییم به کانال ما، کانال روزنه معرفت. امروز نیز ما ادامه مصاحبه و گزارشات خود را از جریان امتحان‌های ختم یا که اتستاسی ختم در صنف 11 پیشکش شما میکنیم و امتحان‌های ختم در صنف 11 نیز از دو وریانت عبارتند: طرف‌های چپ و طرف راست، و هر یک طرف یا هر یک وریانت از 5 شرط 5 مثال عبارت است که حالا در تخته صنف شما مشاهده کرده ایستاده اید و در جریان گزارش ما یک به یک با مثال ها همه شما را شناس میکنیم و باز کوشش می نماییم که حل مثال ها را پیشکش شما کنیم، چون امتحان به پایان رسید. بعد از اتمام امتحان حل مثال ها را به پیشکش شما میکنیم و ما باوری داریم که شما با حل خود آنها را مقایسه می نمایید و می فهمید که در راه درست بوده اید، درست مثال ها را حل نموده اید، یا که مثلا در جای به اشتباه یا به خطا راه داده بودید.
اینها خوانندگان صنف‌های 11 A و B هستند. امروز امتحان سپارندگان هستند، یعنی خوانندگان بهترین، خوانندگان ما و بیشترین آنها اشتراکچیان آزمون‌های فنی هستند و جایزه‌داران نیز در بین آنها هستند و ما امیدوار هستیم که آنها پس از ختم مکتب به دانشگاه‌های عالی جمهوری تاجیکستان و خارج از تاجیکستان داخل شده سربلندانه دانشگاه‌ها را نیز ختم نمایند و در آینده متخصصان ورزیده ساحه‌های انتخاب نموده خود خواهند شد و به وطن عزیز ما و به خلق و ملتمان و عموما به نسل انسانیت انشاءالله امیدوارم که آنها خدمت خود را خواهند رسانید. همیشه ما خواهشمند آنیم که کادرها و یا متخصصین بینهایت با وجدان، پاک وجدان، حلال کار را تربیت نماییم و به جمعیت پیشکش کنیم. امروز همراه شما آموزگار امتحان گیرنده من هستم، شهاب‌الدین منوچهر، و یاوران ما معلم ناظموف الهام جان و باقیف اعظم جان هستند. همراه ما انشاءالله امتحان را از صنف 11 خواهیم گرفت و در روند امتحان پس از امتحان ما نیت داریم بعض مصاحبه یا گزارشات را با خوانندگان گذرانیم و من باوری دارم که این گزارش ما از امتحان برای شما خیلی شوق‌آور و خیلی پسند خواهند نمود. همین طور ختم کنندگان صنف 11 که به کورس اساسی متماتیک فن الگبرا مخصوصاً شناس شده اند، آنها امروز امتحان خواهند سپارید و ما در جریان گزارش خواهیم دید که دایر به کدام موضوع ها مثال ها آمده است. البته این مثال ها معادله های تریگونومتری بودند و یافتن مساحت با خط های داده شده محدود و اینچنین حل نابرابری ها و اینچنین مسئله دایر به یافتن قیمت های کلانترین و خردترین بودند که با استفاده از حاصله حل کرده می شوند. من باوری دارم که خوانندگان ما از پی حل این مثال ها خواهند برآمد. اینک بینندگان گرامی، در اکران شما حل مثال ها وریانت های راست و چپ موجود است. از شما احترامانه خواهشمندم که به وریانت ها شناس شوید و می توانید ویدیوی خود را یک لحظه دارید و به وریانت ها شناس شوید و آنها را زود با قلم خود نوشته گیرید. بعد از آن به واسطه می پردازیم به حل مثال ها. اینک بینندگان گرامی، مثال رقم 1 طرف راست معادله را حل کنید. معادله تریگونومتری است. از روی فرموله سینوس الفا مینوس بتا حل کرده می شود و خیلی آسان نیز هست. مثال دوم سیستم معادله ها را حل کنید. البته معادله یکم معادله نشان دهندگی و دومش لگاریتمی هست. از خاصیت های نشان دهنده و از خاصیت های لگاریتم استفاده پوره نموده سیستم را به سیستم معادله های خطی آورده، بعد با راه جمع یا اینکه طرح نمودن معادله یکم از معادله دوم به واسطه قیمت ایگریک را که به 7 برابر است معین میکنیم و پس از آن x به مینوس 1 برابر بودنش را چه میکنیم دیده میبریم. مثال 3 نابرابری را حل کنید. حل نابرابری است. میخواهم بیشتر به این مثال توجه کنید. قسم یکم ضرب شونده یکم کوادرات پوره است و کوادرات پوره همیشه عددی مثبت است و میتواند به 0 نیز برابر شود و نقطه نولی، نقطه‌ای که به آن 0 برابر می شود، به مینوس 3 برابر است و نقطه های نولی دیگر مینوس 1 و 1 هستند. اینک وقتی که فاصله ای به علامت نابرابری موافق آینده را به جواب میگیریم، به ما ضرور است که عدد مینوس 3 را نیز به جواب داخل کنیم
همین طریق جواب ما x برابر مینوس 3 و مجموعه همه عددهای حقیقی که به پارچه های از مینوس 1 تا 1 راست می آیند جوابی درست هستند. این خیلی مثال خوب است، چون از تجربه ما معلوم است که اکثری طالب علمان همین نقطه را که به جواب داخل می شود نقطه مینوس 3 را نیز از اعتبار ساقط می کنند. کنی می بینیم که کدام از طالب علمان به این چیز اهمیت می دهند. گذشتیم به مسئله رقمی 4. مسئله رقمی 4 دایر به یافتن قیمت‌های کلانترین و خردترین با واسطه حوصله هست. یعنی پریمتری دیواری که شکل راست کنج شکل را دارد به 240 متر برابر است. طرف‌های آن باید چقدر شوند تا اینکه مساحت این فیگور، این شکل یا این قطعه زمین کلانترین باشد. و در حال مثال مسئله در اکران شما موجود است. پس از یافتن ifade نمودن مساحت با یکی از طرف‌ها از آن حاصله می‌گیریم و حاصله را به 0 برابر نموده قیمت اکستریموم را می‌یابیم و این قیمت اکستریموم در مثال ما قیمت ماکسیموم است و می‌بینیم که ماکسیموم به 60 برابر بوده است. یعنی باید طرف‌های این دیوارها 60 متری باشند یا که کوادراتی پوره باشد تا اینکه مساحت ماکسیمالی کلانترین شود. اکنون مسئله 5 را دیده می‌بریم. شما مساحت فیگور A را یابید که با خطهای y برابر x کوادرات مینوس 4 و y برابر 0 محدود است. پیش از همه تصویر آن در اکران آورده شده است. موافقی از استفاده مفهوم اینتگرال معین یا یافتن مساحت ترپیزی کج خطه که فرموله نیوتن لیبنیتز است استفاده برده می توانیم مساحت را یابیم و در اینجا از خط y برابر 0 خط y برابر x کوادرات مینوس 4 را طرح کرده حدودهای بالایی و پایانی را به فرموله گذاشته می یابیم و مساحت را معین می کنیم. خیلی مسئله عادی است. بینندگان گرامی، مسئله و مثالهای طرف چپ نیز عیناً به راست مانندی دارند. از روی شرط فقط ترجیح داده شویش تفاوت دارد، فرق می کند. بنابراین ما به طرف چپ شرح یا کامنتر نمی دهیم و تنها از شما می خواهیم که با دقت پوره به حل مثال ها توجه کنید. خیر تا بازدید. ای مادری از طاقتی تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشقی مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غوره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، و آرمانی خوش خفتگانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را بپایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را بپایت کنم. قسم قسم بنامت قسم ای وطن، وطن وطن
مانده قدم به راه مکتب عالی است جاه مکتب مکتب سبب حیات باشد مکتب سبب نجات باشد مکتب به تو داد علم و آداب مکتب به تو داد دور نایاب مکتب به تو داد شهد و نور مکتب به تو داد عقل و هوش امروز در مؤسسه ما امتحان ختم برگزار از فن الگبر برگزار گردیده ایستاده است. من میخواهم که در آینده یکی از متخصصانی ورزیده شده به خلق و وطن خود خدمت نمایم. من چیسان تصویر سازم با سخن ایام کودکی و دور مکتبی را گرچه من گویم ندارد قیمتم را سچمن راستی پهلوی همسیفان بودم من بگذم. تشکر زیاد مدرسه خانم سلامت باشید. السلام علیکم عبداللهی خیلی که به ما معلوم است امروز شما از فن الگبر امتحانی ختم داشتید. میخواهم درباره تأثیرات خودتان از امتحان چند کلمه به ما نقل منمودید. امروز ما از فن الگبر امتحان خیلی شفاف به جا گذشت و مثال‌های خیلی شفاف بودند و ما همه مثال‌ها و من می‌ندارم را به همه آموزگاران می‌رسانم و در آینده من می‌خواهم معلم و شما در تحصیل آیندهتان موفقیت‌ها خواهانیم. ما نیز امید داریم که شما در آینده متخصصی خیلی با تجربه و در سطح بلند شده به خلق و وطن به تاجیکستان خدمت نمایید. تشکر زیاد. Добрый день, Исраильджан. Сегодня у вас были экзамены. Хотел узнать про ваших впечатлениях и про также ваших планах в будущем. Во-первых, добрый день, и я очень счастлив сейчас оказаться здесь. Сегодня у нас был экзамен по алгебре, и я очень счастлив, что несмотря на все трудности, которые были по ходу экзамена, мы сумели их решить, потому что мы очень усердно трудились и готовились к этому экзамену. И сейчас это наш последний экзамен, и мне очень грустно, что мы покидаем эту школу. И вспоминая наши прежние экзамены, я понимаю, что эти воспоминания, которые останутся с нами на всю жизнь. И я хотел бы поблагодарить наших учителей, которые терпели наши выходки в течение 11 лет. И сейчас я хочу отлично закончить школу и в будущем стать доктором, отличным специалистом и помогать своему народу лечить больных. Спасибо огромное. Также желаю вам успехов в вашем будущем учебе и хочу исполнить, чтобы все ваши мечты были исполнены. Спасибо большое и вам того же. Добрый день, Эхсан Ходжа. Как нам известно, у вас сегодня был экзамен по алгебре. Ну, хотел я спросить про ваших впечатлениях о сегодняшнего экзамена. Да, как вы знаете, сегодня был у нас экзамен по алгебре. Этот экзамен прошел очень хорошо, и задачи очень были непростые, но мы все их решили. Задачи очень нас впечатлили, и мы постарались решить всех задачи. Это был наш последний экзамен по алгебре, и мы хотели поблагодарить всех учителей за такое проведение этого экзамена. Дальше это был наш последний экзамен, и после этого мы все вступаем в институт, и мы все хотим помочь, своей родине и народу, и служить им. Служить своему народу, своей родине. Отлично, Ихсан Ходжа. Я тоже надеюсь, что вы станете отличным специалистом и в будущем вы будете служить родине и своему народу. И в будущем у вас получится стать хорошим, отличным специалистом. Всего доброго. Благодарю. Good day, Risolat Bonu. So you look so happy. I think because you had an examination from algebra today, I'd like you to tell us some words about your today's exam and your plans in future. Yeah, today we had an examination. Our examination was very successful. Today we had 5 problems, and every problem was very interesting. We tried our best
to solve every problem, and I also solved every problem, and I wish my classmates solved every problem too. Yes, I wish and too. I wish my classmates to get good mark. And about my future, I want to tell you that I want to be a specialist of English in my future. I want to express my gratitude to all the teachers, and most of all to our teacher of algebra. Thank you, Risolat Banu. Have a nice time. Goodbye. قسم با پاکی رودی روانت قسم با کوه و با دشت و با دامانی تو با مرغی بلند آشیانت